الازد جهت اجرای شرط دوم آزمون محفل ظریفان صحنه‌چه هجوی در زیر کفگویی های شما دسته گلرنگ را روی صحنه میخوانه. مرحبا. بعضی جوانه امروزه را بگر بگو که پشتای ختم میدونی میگم من میدونم اینا انا ما باشم ما میدونم ما از اول خود نمیگم با هفت پشت نمیگم اینا نام خودم امیرعلی نام اتم نورعلی نام بابی صاحب علی نام بابی کلان نظر علی انا نام بابی ما بابی کلان فایز علی انا همه نام بابی کلان باشم این آدوالی نون دارم ندیده رو خیلی ما میدونم انا این جوانه امروزه نمیدونم این جوان پیشروی معظم ملت ما گفتگی هست که باید رسم و عرف و آدم باید شما اجدادا اختیار بدانه اجدادا اختیار ندانه از جای دولت ملت هم میسازه اینا ده همسایه جوانی ما میسر ما و جمعی را میسنجه که میدونن خطا شویی میشه Amigo, ci seguo, figlio. Oi, Jami! Oi, Jami! Scusa, pure. Ciocca di spet! شما ما را همیتانی حرمت میکنی؟ ایرا آی کشو چو پلاسما ساکوش نگیدگر اولیان رنگی مرخ جولیده شد راست میسی میگم تو نومی تو چیه؟ سفرمک نومی اونتا چیه؟ عبدالستار انا که تمارا کش گو نومی تو چیه؟ نجمیدی نومی اونتا چیه؟ فخردی اگه مارا تو بگو کی تو هم پشتای خطاب میدونی یا نه؟ این دیدی عجیب گم میزنیده ما میخویم مقطعی اتم بومی باید از اون مشترسم هفتشتم اینجا مشترسم این اختو شوی چیده نخیه اینه انا که تمارا بگو تو هم پشتای خطاب میدونی یا نه؟ من خواهم با زور میشناسم آفشتم اینجا میشناسم مایا بود دیگه میخنده همین دینا شب چیکینو را تماشا کرده مادم بگه رادنای گوزا چی کینو بود؟ کینو والندا در نقشی اساسی کی بود؟ آرنولد شوارزنگر با کی بود؟ ریمبو با کی بود؟ بویکا اینه هفتشتن آمیل چنو را میدونم نه خودتون دیده که با امیو را گفتم هفتشتن تو را میدونه تک نمیدونه 400 تومان بچه که داده؟ بایا کمش کی؟ نه انا بدیمش اوی انا بسیمش کی باشه آنو جا پریوه دگذشته کو نبو بیته اروسا نبو بیته بایا شما بگین سلام علیکم بابا جان هم سربند با علیکم بر سلام ای درس آمدی بچه؟ بارکالو آخر شاید چی داری ای خروی؟ اون نویره ماها شما خر امینه نودم بگین نودم امینه رنگی خطون خر بگین بچه که داده؟ نه بوی بارا گوش کنی ابوالقاسم فردوسی کیه؟ ابوالقاسم عاصم فراد چکنه ابوالقاسم ابوالقاسم بس که نه مارا گوش کن صدردین عینی کیه؟ صدردین عینی دید کی نمیشسته؟ ای خرش بخلا که بخورد نیادشه هیلالا مو قاسم گیزالا بچه مونده؟ توف که قطعه این جمله آده تو ابوالقاسم فردوسی صدردین عینی این شاعرای بزرگ ملتی تاجیکی ما
خطا شوی چیده نخیه خطا شوی چیده که من اینی خیلی جوانای به تربیه به سواد شکایت داشتم این است تو دیده این است مسافر مسافر آی کامپیر مایی کتی شما به بودا گم زده نکو آی دا برام کتی کامپیر جور تا چاپ چاپ کنه مخوبا ایست گانه شما ایست مسافر کدو بریان تیاره کدو چام یا بار ببراین این نویره اکو دیانه مسافر خودت که در خانه کلانی خانه ای نویره تا به شما خوراک اثر نمیکنن آفرین نه شما دیده تربیره دیده ناخی تربیره ما کلانا را حرمان میکنن سلوک فوکسیک سیخسیک یوگره درسه خود این بعد دیگه نصیحت تا کنم یکی حقتون میدره یا زودی بابی امیرعلی بطلیانی مامای قطبی با طرفی چپ گرد بسری درسه خود ما پیشی کدو بریون قدم زنو رفته ای جورا این بابیم راست میگه بیا بریم نصیحتش گوش کنیم و یا درکمون رو بسازیم بابی امیرعلی ما هم آمده دوستان عزیز خوانندگان و استادان بینهایت گرامی این لحظه باز هم یک نمره غیر کنکورسی در اجرای دسته گلریز داده می شود و بعدا بهاگذاری می نماییم شرط دومی آزمون محفل ظریفان را یک کف میبرند به افتخارشان دوستان عزیز حضورین ارجمند باری دیگر یادآور می‌شویم که این لحظه‌ها در مهمانی ما حضور دارند اشتراکچیان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 شهر باختر و دسته‌شان نام دارد گلریز. این لحظه جهت اجرای شرط دوم آزمون محفل ظریفان صحنه چایجوی این لحظه بهاگذاری هیئت یکمان
با شرط دوم صحنه‌چه حجوی